شخصایی که با بلاغت رسیدگیان استاد از دنیا میگذرند، خود زن باشد خود مرد باشد و به زن از دنیا بگذرند. آقا چی استاد؟ زنهای میگوید؟ هم زنها هم مردهایی که با بلاغت رسیدگیان و زن گرفتگی نیستند یا شوهر کلگی نیستند. هستند در جنت شخصیت های هست که مثلا دخترهایی هست که شوهراشون کافر است یا شوهراشون به دوزخ رفت، مانند زن فرعون، آسیه امرأت فرعون. در بعض روایت ها آمده است که الله تعالی زن فرعون به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میدهد. و این چنین مادر عیسی حضرت مریم هم که در دنیا شوهر نداشتند، حضرت مریم در آخرت همسر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه. در بعض روایت ها خواهر موسی علیه السلام هم همسر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه. یعنی آن زنهایی که شوهراشون به دوزخ رفت یا اینکه به شوهر از دنیا گذشتن، اینها را الله تعالی به مؤمنها و قدر ایمان و مرتبهشان میدهد. اما مرد بیزن باشد، برای او هم از حور جنت داده می شود و هم از آن زنهایی که در دنیا شوهر نداشتند. فهمو؟